آخوند طبسی و نسبت دروغ به کتب اهل سنت. آخوند طبسی میگوید در کتب صحاح اهل سنت آمده است که من کذب بالمهدی فقد کفر. ما نمیدانیم این آخوند رافضی معنی صحاح را نمیداند و یا میخواهد بینندگان خود را فریب دهد. با هم این کلیپ را میبینیم. که فرمودید مهدویت را افسانه میدن، این معنیش این است که کتاب‌های دست اولشون افسانه است، چون صحاحشون میشه بعضی ها افسانه است دیگه. این خیلی حرفه و علمایی که از خودشون من کذب بالمهدی فقط کفر، باید بگیم اینا همشون افسانه هستن. این هزینه سنگینی را باید متحمل بشن کسانی که اینجوری حرف میزنن. من دیگه البته این هزینه برای اونها چیزی نیست، به دلیل اینکه اگر اینها عقیده مهدویت قبول بکنند و این رو تسری بدن، هستی خودشون رو بر باد فنا میدانند. کسی که هستی خودش داره از بین میره دست میاندازه و هر جایی رو شده میگیره و هر چی رو شده نابود میکنه تا اون هستی خودش رو حفظ بکنه و مسلم انشالله با اومدن حضرت همه این خانه های عنکبوتی و تارهای عنکبوتی پاره خواهد شد. عموم اهل سنت معتقد هستند مهدی در آخر الزمان به دنیا می آید و نام پدرش عبدالله و نام مادرش آمنه و از نسل حسن ابن علی رضی الله عنهما می باشد. و این از اعتقادات اهل سنت می باشد، اما هیچ کس نگفته انکار وجود مهدی کفر است، بلکه آنچه علما آن را تشنیع می کنند رد احادیث وارده در شأن مهدی است و نه تولد خیالی ایشان. اما این آخوند حیله‌گر با تمسک به روایتی واهی می خواهد وانمود کند که علمای اهل سنت معتقدند کسی که تولد مهدی را انکار کند کافر است. حال اینکه این روایت جعلی و ساختگی است و در آن اشاره‌ای به تولد مهدی نیست و بر فرض محال هم اگر صحت داشته باشد، مراد منکر احادیث متواتری است که در شأن ایشان در آخر الزمان روایت شده است، نه تولدشان. حال می رویم به روایت مذکور. قدیمی ترین نقل راجع به این مقوله را در کتاب امام سهلی می یابیم که می گوید والأحاديث الواردة في أمر المهدي كثيرة ومن أغربها إسنادا ما ذكره أبو بكر الإسكاف في فوائد الأخبار مسندا إلى مالك بن أنس عن محمد بن المنكدر عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذب بالدجال فقد كفر ومن كذب بالمهدي فقد كفر. احادیث وارده در مورد مهدی بسیار است، اما عجیبترین آنها از حیث سند روایتی است که ابوبکر اسکاف در فوائد الاخبار از مالک بن انس، از محمد بن منکدر، از جابر نقل می کند که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند کسی که دجال را تکذیب کند کافر شده است و کسی که مهدی را تکذیب کند کافر شده است. سپس ابن خلدون این روایت را در تاریخ خود به واسطه امام سهلی نقل نموده و در نقد آن میگوید و حسبك هذا غلو والله اعلم بصحة طريقه الى مالك بن انس على ان ابا بكر الاسكاف عندهم متهم وضاع. غلو و افراطی بالاتر از این نیست. الله میداند سند آن تا امام مالک چگونه است، از صحت برخوردار است یا نه، با آنکه ابوبکر اسکاف که این روایت را در کتاب فوائد الاخبار خود آورده، خود او نزد علما متهم به دروغگویی بوده و معروف به حدیث سازی است. حافظ شمس الحق عظیم آبادی در شرح سنن ابو داود عون المعبود با حاشیه ابن قیم و حافظ عبدالرحمن مبارکپوری در شرح سنن ترمذی تحفة الاحوذی نیز این را تایید نموده و روایت را ساختگی و دروغین خوانده است. این بود آنچه در کتاب‌های اهل سنت در مورد این روایت آمده که دروغ و بی اساس است
و چه زیبا فرمود شیخ الاسلام ابن تیمیه که 9 دروغ در مذهب رافضه است.